من اگه یه آی تو گوشیم بنویسم میره تو اینستاگرامم. حالا اگه یه بی تو گوشیم بنویسم مستقیم زنگ میزنه به بابام. بیا بهت بگم چجوری درستش کنی. اول از همه اپ جسچر رو گوشیت دانلود میکنی. بعد که وارد شدی باید عین همین کاری که من کردم بهش دسترسی بدی. میری تو تنظیمات جسچر رو انتخاب میکنی و روشنش میکنی و همین. حالا برمیگردی عقب تو محیط خود برنامه رو جسچر کلیک میکنی، رو این به اضافه میزنی، هر چی که دلت میخواد مینویسی. حالا باید بهش بگی چه دستوری رو اجرا کنه. اپ برات کنه، تماس بگیره، فایل باز کنه، چراغ قوت رو روشن کنه یا هر دستور دیگه. من انتخاب کردم که برام زنگ بزنه. اینجا میام یه شماره بهش میدم، بعدش هم میام یه اسم براش انتخاب میکنم و تمام. اسمم هم که انتخاب کردم برمیگردم تو صفحه هوم و استارت سرویس رو میزنم. دیگه تمومه. برگرد تو صفحه اصلی گوشی، دستتو از سمت چپ بکش، کلمه‌ای که تعریف کردی و بنویس تا دستورتو برات اجرا کنه. بیشتر به کار آدمای تنبل میاد. پیج منم فالو کن، چیزای باحالی بهت یاد میدم.